درود بر شما دوستان عزیزم، به کانال خودتون، کانال خوابهای شیرین خیلی خوش اومدید. من شیرین هستم و امشب با یه داستان واقعی اومدم. داستانی از جنس زندگی. چشمهای زیباتون رو ببندید و به صدای من گوش بدید. خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب بکنید تا داستانهای بعدی را از دست ندید. بریم سراغ داستان. همه چیز از مهد کودک شروع شد. یکی از بچه‌های کلاسم دستش رو با لبه کاغذ رنگی بریده بود. با تمام توانش فریاد میزد و گریه میکرد. به سرعت سمتش رفتم. بغلش کردم تا آرومش کنم. اما فقط مادرش رو صدا میزد و اصلاً آروم نمیشد. برای همچین مسئله‌ای هم مدیر اجازه نمیداد که با خانواده ها تماس بگیریم. من واقعاً درمونده شده بودم و نمیدونستم باید چطور آرومش کنم. تا اینکه نسیم همکارم به کمکم اومد. به من گفت برو یه لیوان آب بخور. چون من سردرد میگرنی داشتم و با هر صدای بلندی این سردرد اوج میگرفت. یه قرص خوردم و دوباره وارد کلاس شدم. دیدم اون بچه آروم شده و داره نقاشی میکشه. همون موقع به بچه ها گفتم فرشته های کوچولو، لبه کاغذم میتونه تیز و برنده باشه ها. حواستون باشه دستتون رو زخمی نکنید. بچه ها هم همه با هم دست جمعی گفتن چشم خانم معلم، حواسمون هست. همون حین نسیم در زد و گفت نگار، بابای باربد اومده دنبالش. یه نگاهی به ساعت کردم و دیدم خیلی زوده. اومدم بیرون از کلاس تا بپرسم چرا زود دنبالش اومدن. باربد تنها یه هفته بود که به مهد ما اومده بود. بچه‌ای بود که با کسی ارتباط نمی گرفت و ساعتها گوشه‌ای ساکت می شست و فقط بازی بچه ها رو نگاه می کرد. بدون اینکه حتی کلمه‌ای حرف بزنه. اگر کاری داشت فقط به من می گفت و منو خاله صدا می کرد. خیلی بچه ناز و دوست داشتنی بود. من کلی ذوق می کردم که به هم خاله می گفت. وقتی به راهروی مدرسه رسیدم بوی عطری وسوسه انگیز مشامم رو پر کرد. هرچه نزدیکتر شدم این عطر شیکتر می شد. عاشق بوی این عطر شده بودم. به جلوی در که رسیدم با مردی روبرو شدم که خیلی جذاب بود. قد بلند، خوش‌تیپ، با وقار. طوری که برای چند ثانیه محو تماشا شده بودم. ازشون سوال کردم شما پدر باربد جان هستید؟ گفتن بله. میدونم زوده، اما اگر ممکنه اجازه بدید باربدو ببرم. ما همیشه سه شنبه ها نهار رو خونه مادر بزرگ باربد هستیم و در واقع این یه قانون خانوادگیه. بعدم یه لبخند شیطنت آمیز زد و گفت کسی جرئت نداره رو حرف مادر بزرگ باربد حرفی بزنه. اون لبخند زیبا و اون نگاه جذاب برای چند ثانیه سردردم رو از یادم برد. منم رفتم باربد از کلاس آوردم و تحویل آقای کریمی دادم. باربد با دیدن پدرش برای اولین بار لبخند زد. اونا رفتن ولی من تا شب به آقای کریمی فکر میکردم که چقدر مرد جذاب و شیکی بود. چند روز بعد دوباره آقای کریمی رو دیدم ولی به روی خودم نیاوردم. گفتم شاید با مدیریت کار داره. ولی بعد از چند دقیقه
بهم گفتن که پدر یکی از بچه‌ها میخواد باهات صحبت کنه. متوجه شدم که پدر باربود میخواد با من صحبت کنه. پیش آقای کریمی رفتم و دوباره همون بوی عطر و همون جذابیت و وقار منو شیفته خودش کرد. بعد از سلام و احوالپرسی آقای کریمی به من گفت باربود تو خونه مدام اسم شما رو صدا میزنه و از شما تعریف میکنه. من و همسرم هم به دلیل مشغله کاری که داریم تا حالا چند تا پرستار خصوصی استخدام کردیم، ولی متاسفانه باربود با هیچ کدومشون ارتباط خوبی برقرار نکرد و الان به ناچار باربود و خونه مادر بزرگش میبریم. مادر بزرگش هم سنش بالاست و توان نگهداری از باربود رو نداره. خواستم از شما بپرسم آیا امکان این که پرستار شخصی باربود باشید رو دارید؟ حقوق هم هر چقدر که مد نظرتون باشه تقدیمتون میکنم. و دوباره با همون نگاه گیرا گفت انگار شما کلید قلب باربود رو پیدا کردید. از درون خیلی خوشحال بودم. کار تو محیط ساکت، کنار بچه‌ای که دوستش دارم و از همه مهمتر حقوق بهتر. تو اون شرایط برای من مثل یه معجزه بود. با آقای کریمی گفتم لطفاً اجازه بدید فکر کنم. بعد بهتون اطلاع میدم. ایشون هم شماره تماسش رو بهم داد و بهم گفت معمولاً تا دیر وقت بیداره. هر تایمی که خواستم بهشون اطلاع بدم. و در نهایت بهم گفت امیدوارم بیشتر ببینمتون. این کلمه خیلی دلمو لرزوند. دوست داشتم همون موقع بگم منم دوست دارم بیشتر ببینمتون و پیشنهادتون رو قبول میکنم. ولی سکوت کردم. بعد اینکه آقای کریمی رفتن شمارش رو توی گوشیم سیو کردم. اما تا چند روز تماسی نگرفتم و جوابی هم ندادم. تا اینکه یه شب که واقعاً از فشار مالی خسته شده بودم پیام دادم و گفتم آقای کریمی من با پیشنهاد شما موافقم. اونم خیلی سریع جواب داد که خوشحال شدم و ممنونم که قبول کردی. آدرس خونه رو برام فرستاد تا فردا بعد تایم مهد به خونهشون برم و کم کم با محیط کارم آشنا بشم. منم بعد از کارم به همراه باربود به اون آدرس رفتم. هم آقای کریمی و هم همسرش تو خونه بودن تا با اومدن من یه سری قوانین و خواسته هایی که داشتن رو بهم بگن. خونه اونا تو بهترین نقطه شهر بود و خیلی شیک و مجلل بود. اما به محض ورود به خونه یه حس دلزدگی و سرما رو حس می‌کردیم. اونجا بود که برای اولین بار مادر باربود رو می‌دیدم. یه زن بسیار زیبا ولی متاسفانه از جنس یخی بود. یه سلام خیلی سرد به من گفت. حتی به صورتم نگاه هم نکرد. فقط چند تا قانون که باید رعایت میشد رو بهم گفت و خیلی هم زود رفت. ولی آقای کریمی خونه موند. خواسته هایی که داشت رو در کمال ادب و احترام بهم گفت. قسمت های مختلف خونه رو بهم نشون داد و بهم گفت اکثر اوقات خودش و همسرش خونه نیستن و اگر بخوام میتونم شبم اونجا بمونم. بعد هم یه چای به همراه شیرینی برام آورد و گفت جلسه مهمی داره و باید بره. من موندم و باربود عزیز و مهربونم. رفتیم اتاق باربود و حسابی با هم بازی کردیم و وقت گذروندیم. زمانی که پدر مادرش اومدن من آماده رفتن شدم و باربود که حسابی خسته شده بود تو خواب عمیق بود.
اون شب که برگشتم خونه همش داشتم به این موضوع فکر میکردم که چقدر زندگی من با اونا فرق میکنه. تو این فکرها بودم که اصلا نفهمیدم کی خوابم برده. صبح با صدای آلارم گوشیم بیدار شدم. مثل همیشه به مهد رفتم. حدوداً ساعت 10 بود. یه پیام از طرف آقای کریمی داشتم. نوشته بود برای اولین بار خواب عمیق و پر از آرامشی رو تو چشمهای باربودم می‌دیدم و اینو مدیون شما هستم. آقای کریمی خیلی مرد مهربونی بود. با پیام‌های تشکر و قدردانی که برام می‌فرستاد انرژی مضاعفی می‌گرفتم. روز سه‌شنبه شد. من باید باربود و خونه مادر بزرگش می‌بردم که آقای کریمی با من تماس گرفت و گفت حال مادرم خوب نیست و استثناءً امروز باربود و خونه خودمون ببر. منم همین کار کردم. ولی زمانی که در خونه رو باز کردم با صحنه‌ای مواجه شدم که تا چند ساعت تو شوک بودم. خانم کریمی رو توی وضعیت خیلی نامناسب دیدم. یه آقایی هم داخل خونه بود. باربود با دیدن اون آقا به سمتش رفت و بهش سلام کرد. اون آقا رو میشناخت. خانم کریمی پیش من اومد و با یه لحن آرومی ازم خواست این موضوع به کسی نگم. منم گفتم چشم. من چیزی به کسی نمیگم. ولی این موضوع مثل خوره داشت منو میخورد. یه روز که من و باربود تو خونه تنها بودیم، باربود داشت تو اتاقش بازی میکرد. منم برای خودم چای ریختم و پشت پنجره نشستم. یهو دیدم خانم کریمی از ماشین لوکسی پیاده شد و با یه حالت خیلی گرم و صمیمی راننده رو بوسید که دیگه جای هیچ شبهه‌ای برام نموند که مادر باربود بیشتر به فکر تفریح خودشه تا به فکر همسر و بچهش. وقتی وارد خونه شد متوجه شد که من پشت پنجره بودم و این صحنه رو هم دیدم. لباسش رو عوض کرد و اومد کنارم نشست و شروع به صحبت کرد. به هم گفت قبل از ازدواج عاشق این مرد بودم. الان با ارتباط باهاش انرژی میگیرم و به زندگی و بچم میتونم برسم. خیلی این حرفش برام عجیب بود. در جواب چیزی نگفتم. فقط گفتم نیازی نیست این چیزها رو به من بگید. من اینجا فقط اومدم تا به باربود رسیدگی کنم. نه چیز دیگه ای. نه چیزی میشنوم و نه چیزی میبینم. ولی خیلی دلم برای آقای کریمی میسوخت. تو پیامایی که بهم میداد کاملا اون خلأ محبتی رو میشد حس کرد. یه شب باربود مریض شد و مجبور بودم تا دیر وقت پیش باربود باشم تا خوابش ببره. من هم دیرتر به خونه اومدم. مسیر زیادی نرفته بودم که متوجه شدم ماشینم پنچر شده. به ناچار به آقای کریمی زنگ زدم و گفتم آقای کریمی من ماشینم پنچر شده و نمیتونم پنچری بگیرم. میشه لطفاً کمکم کنید؟ آقای کریمی هم اومد و پنچری ماشین رو گرفت و من به خونه رسیدم. بعد از حدود نیم ساعت به هم پیام داد که از فردا ماشین نیار. من خودم میرسونمت. اینطوری خیالم راحت تره. منم از فردا دیگه ماشین نبردم. موقع برگشت خونه بود که میخواستم برم عقب بشینم که آقای کریمی بهم گفت عقب نرو بیا جلو بشین. من گفتم شاید همسرت برداشت بدی بکنه. عقب راحت ترم. گفت من اصلا براش مهم نیستم. راحت باش. تو مسیر هم خیلی صحبت میکرد. من هم محو شنیدن
صدای زیباش می شد. موقع پیاده شدن گفتم ممنونم آقای کریمی. خیلی لطف کردید. به هم گفت به من بگو سینا. نیاز نیست انقدر رسمی صحبت کنی. از منم پرسید اسمت چیه؟ منم گفتم نگار. بعد گفت پس از این به بعد من تو رو نگار صدا میزنم، تو هم منو سینا صدا بزن. جوابی ندادم و رفتم. بعد چند دقیقه برام نوشت من خیلی احساس تنهایی میکنم، ولی به خاطر باربود احساساتی که دارم به کسی نشون نمیدم. این حرفش منو تا صبح بیدار نگه داشت. کم کم رابطه من و سینا داشت صمیمیتر میشد، تا جایی که یه روز سینا با هم تماس گرفت و گفت نگار به کمکت احتیاج داریم. ما به مهمونی دعوت شدیم و متاسفانه باربود همکاری نمیکنه و میگه خاله نگار باید لباس تنم کنه. میتونی زود خودتو برسونی؟ منم گفتم چشم الان میام. تا رسیدم باربود کلی خوشحال شد. پرید تو بغلم. مادرش از دیدن این صحنه ها ناراحت میشد و سعی میکرد اونجا رو ترک کنه. من و باربود به اتاقش رفتیم تا باربود رو حمام ببرم و لباسش رو عوض کنم. وقتی لباس بچه رو از تنش در آوردم دنیا دور سرم چرخید. پهلوی کوچولوش به همراه دستهای لاغرش جای ناخن و کبودی بود. به زور جلوی اشکامو گرفته بودم. گفتم باربود جون عزیز دلم افتادی زمین؟ چرا بدنت اینطوری شده عزیزم؟ بچه سری زد زیر گریه و بغلم کرد. گفت خاله امروز گرسنه بودم. به مادرم گفتم صبحانه میخوام. چون گریه میکردم منو هول داد. منم خوردم به میز. به خاطر همین دوست داشتم خودت بیای لباس تنم کنی. با گریه های باربود منم گریه کردم. تو بغلم محکم فشارش دادم و گفتم عزیزم گاهی اوقات بزرگترها هم عصبانی میشن. ولی در عوض الان میریم حموم و آب بازی میکنیم. بچه لبخندی زد و رفت داخل وان. لباسای مهمونی رو تنش کردم و آماده مهمونی رفتن شد. برای رفتن فرستادمش توی سالن. توی همون حین که من داشتم اتاقش رو مرتب میکردم سینا وارد اتاق شد و در اتاق رو بست. خیلی به هم نزدیک شد. در واقع فاصله‌ای بینمون نمود. به هم گفت تمام این زحماتت رو میبینم. قدر این محبت بی‌دریغت به باربود رو میدونم. خواست دستم رو بگیره و ببوسه که همسرش وارد اتاق شد و شروع به داد و فریاد کرد. سینا که انگار صبرش تموم شده بود بهش گفت از اتاق برو بیرون. از همه کارات خبر دارم. از رابطه های مخفیانت، از آثار کبودی روی بدن باربود و خیلی چیزهای دیگه. همسرش که دید من هم از خیلی چیزا مطلعم و ممکنه منم چیزی بگم از اتاق بیرون رفت. بعد از اون روز همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. همسر سینا با گرفتن مبلغی پول طلاق گرفت و رفت. ولی من موندم. سینا از من خواستگاری کرد. ما 3 کنار هم به خوشبختی رسید. دیگه باربود اون بچه ساکت منزوی نبود. شبا پیش ما و با صدای لالایی من به خواب عمیق میرفت. و از همه مهمتر و قشنگتر اینکه دیگه منو مامان صدا میزد. و دیگه خبری هم از میگرن‌های من نبود.
ما تو اون خونه سرد و بیروح سالیان سال با خوشبختی زندگی کردیم و معنای واقعی خوشبختی رو هر ستامون تجربه کردیم. عزیزای دلم، داستان امشب رو دوست داشتید؟ خیلی دوست دارم نظرتون رو راجع به نگار و همسر سینا بدونم. اگر شما جای نگار بودید، آیا با سینا ازدواج میکردید؟ خیلی دوست دارم نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید و ویدیو رو لایک بکنید. با این کارتون خیلی کمک و حمایت بزرگی از این کانال میکنید. خیلی ممنون میشم. برای شنیدن داستان‌های بعدی کانال رو سابسکرایب بکنید. شب همه شما عزیزای دلم به خیر باشه و خواب آرومی رو تجربه بکنید.